سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز. من مصطفی عطیابی هستم و در این ویدیو قصد دارم که در رابطه با IFRS 15 شناسایی درآمدها باشم و صحبت کنم. IFRS 15 5 تا قدم اصلی رو در رابطه با شناسایی درآمد میاد بیان میکنه. قدم اول شناسایی قراردادها. قدم دوم شناسایی تعهدات در رابطه با اون قرارداد. قدم سوم شناسایی ترانزکشن پرایس، مبلغ معامله. قدم چهارم الوکیت کردن این ترانزکشن پرایس به اون در واقع تعهدات و در نهایت در قدم پنجم شناسایی درآمد. در این ویدیو ما قصد داریم که به ترتیب این قدم ها رو با هم دیگه شرح بدیم، ببینیم که در نهایت این درآمد رو ما طبق IFRS به چه صورت باید شناسایی کنیم در دفاترمون. خب در قدم اول گفتیم که ما باید اول قرارداد رو شناسایی کنیم. این قرارداد شامل یک سری مشخصه ها میشه. اولا که قرارداد میتونه به صورت شفاهی یا کتبی باشه. شما مثلا به عنوان خریدار میرید لباس بخرید، یک قراردادی وجود داره بین شما و اون فروشنده. اون فاکتوری که دریافت میکنید میتونه به عنوان یک قرارداد در نظر گرفته بشه. پس قرارداد یا میتونه شفاهی باشه یا کتبی. این قرارداد در واقع باید توسط طرفین اپروو بشه، باید مورد تایید طرفین قرار بگیره. این قرارداد باید جنبه تجاری داشته باشه. این قرارداد باید حقوق طرفین مشخص باشه. اصطلاحاً میگن the rights of the both parties should be identified. و دریافت این درآمد باید محتمل باشه در آینده و همچنین اون مبالغی که قرار پرداخت بشه، دوره‌های پرداخت باید مشخص باشه توی این قرارداد. پس قدم اول شد شناسایی درآمد که یک سری مشخصه ها داشت. قدم بعدی شناسایی تعهدات مرتبط با این قرارداده که به این صورت خواهد بود که اگر که بخوایم یک مثالی بزنیم در این خصوص، مثلا یک فروشگاهی که لپتاپ میفروشه، لوازم کامپیوتری میفروشه، میتونه یک قراردادی داشته باشه بین خودش و مشتریانش، یه پکیج محصولی داشته باشه که شامل لپتاپ، خدمات پس از فروش و خدمات نصب و راه اندازی میتونه باشه. یه همچین پکیجی ما در نظر میگیریم واسش که هر کدوم از این آیتم ها یک تعهدیه برای اون فروشنده و ما باید درآمدمون رو طبق این تعهدات بیایم شناسایی بکنیم. پس اون آیتم هایی که توی این پکیج فروششون وجود داره یک پرفورمنس ابلیگیشن، هر لپتاپ یه پرفورمنس ابلیگیشن و خدمات پس از فروش مثلا میتونه خدمات پس از فروش 2 ساله باشه که یه پرفورمنس ابلیگیشن جداگونه است و خدمات نصب و راه اندازی یک پرفورمنس ابلیگیشن جداگونه است. پس برای تشخیص این تعهدات ما باید ببینیم که این پکیج محصول من آیتماش به صورت جداگونه میتونه ارائه بشود یا نمیتواند ارائه بشود. و پس این separate در واقع فروش به صورت جداگونه میتونه یک مشخصه باشه برای این پرفورمنس ابلیگیشن یا تعهد عمل کرد. خب قدم بعدی که در راستش بخوایم صحبت کنیم اندازه‌گیری ترانزکشن پرایس یا مبلغ معامله‌مونه. برای این کار ما باید بیایم ابتدا ببینیم که این آیتمایی که توی قراردادمون وجود داره به صورت جداگونه میخوایم ارائهش بدیم. اگر که بخوایم به صورت جداگونه بفروشیم هر کدوم از اینا رو، چقدر میفروشیم؟ مثلا خدمات نصب و راه اندازی ممکنه که به صورت پکیج به صورت رایگان باشه، ولی اگر که فروشنده بخواد به صورت جداگونه این خدمات رو ارائه بدهد، یه مبلغی بابتش دریافت میکنه که اون مبلغ میشه Identification of Transaction Price.
قدم بعدی الوکیت کردن این ترانزکشن پرایس من برای اون مبلغ پکیج من به این تعهداته که توی این مثالی که حالا ما آوردیم که شامل لپتاپ و خدمات پس از فروش و خدمات نصب و راه اندازی میشه، این مبلغ پکیج رو میایم به هر کدوم از این پرفورمنس ابلیگیشن ها میایم تسهیمش میکنیم، الوکیتش میکنیم که اینجا اگر که شما دقت بفرمایید 14 میلیون خورده پول لپتاپ الوکیت شده، 193,000 تومان پول در واقع خدمات پس از فروش الوکیت شده و 484,000 تومان خدمات نصب و راه اندازی. پس این سه تا آیتم درآمدی باید به صورت جداگونه توی زمانهای مشخص خودش بیاد شناسایی بشه. طبق چی؟ طبق اصل تطابق درآمدها با هزینه ها. و توی حالا اسلاید آخری که ما آماده کردیم اینجا پرفورمنس ابلیگیشن رو اومدیم جدا کردیم. ستند الون سیلینگ پرایس رو اومدیم جدا کردیم که همون ترانزکشن پرایس منه که اگر که من می‌خواستم هر کدوم از این تعهدات رو به صورت جداگونه ارائه بدم چه مبلغی در واقع واسش در نظر می‌گرفتم. و توی ستون سوم اومدیم این مبلغ پکیج رو الوکیت کردیم به هر کدوم از این ابلیگیشن و هر کدوم از این تعهدات اون و در نهایت ما می‌خوایم تشخیص بدیم که چه زمان مناسبیه برای اینکه درآمدمو من بیام شناسایی بکنم. خب برای اون لپتاپه، اون لپتاپی که در واقع فروشنده میاد ارائه میده به خریدار، تا زمان مناسب برای شناسایی اون درآمده چه زمانیه؟ زمانیه که من میام اون لپتاپ رو به عنوان فروشنده تحویل مشتری میدم که منطقی هم هست. زمانی که من تعهدم رو به اتمام رسوندم میام درآمدم رو شناسایی میکنم. زمان مناسب برای شناسایی درآمدی که مربوط میشه به خدمات نصب و راه اندازی چه زمانیه؟ زمانیه که این خدمات ارائه شده است. مثلا به عنوان حالا یک فروشنده من یه شخصی رو میفرستم و خدمات مثلا نصب ویندوز رو برای مشتری من انجام میده. اون زمانی که این خدمات انجام شد من میام درآمد مربوط به اون پرفورمنس ابلیگیشن رو شناسایی میکنم. و در نهایت خدمات پس از فروشی که من به مدت 2 سال دارم ارائه میدم به مشتری، باید طی همون منطقیش اینه که طی همون 2 سال بیاد شناسایی بشه و من نمیتونم همون روزی که جنس رو فروختم، پکیجمو فروختم، بیام شناساییش کنم همه کل اون مبلغو. خیلی با عقل هم جور در نمیاد. IFRS میگه که نه، زمانی که این مدت به پایان رسید و طی زمانهای مشخص بیا درآمد مربوط به اون آیتم پرفورمنس ابلیگیشن رو شناسایی کن. که توی این مثال اگر دقت بفرمایید در پایین اسلاید ما اومدیم جدا کردیم که مثلا اگر که تاریخ خرید مشتری من 31/6/402 باشه، من درآمدم رو به این شکل باید شناسایی کنم. اون عددی که در تاریخ 29/12/402 میره توی پی&ال من، میره توی صورت سود و زیان من، چه عددی خواهد بود؟ اون مبلغی که من بابت اون لپتاپ دریافت کردم که لپتاپ رو تحویل دادم تموم شده رفته، این میره توی درآمد من. و اون عددی که بابت خدمات نصب و راه اندازیش دریافت کردم، این باز دوباره میره توی پی&ال من و خودش رو در پایان سال نشون میده. توی در واقع بالانس شیت یا اصطلاحاً به ترازنامه جدیداً میگن statement of financial position، صورت وضعیت مالی یا همون بالانس شیت خودمون. توی بالانس شیت چه اتفاقی میفته؟ من باید اون بخش از درآمدی که مربوط میشه به اون تضمین 2 ساله باید بیام جدا کنم که ببینم چقدرش جزء بدهی‌های جاری من باید بیاد و چقدرش باید جزء بدهی‌های غیر جاری من بیاد. اون قسمتیش که طی 1 سال آینده قرار شناسایی بشه میره تو بدهی‌های جاری من که تحت عنوان current liability توی در واقع زیر مجموعه درآمد معوقه یا deferred revenue
میاد شناسایی میشه و اون قسمتیش که مربوط میشه به 2 سال آینده که مدتش بیشتر از 1 ساله، اون قسمت میره تو نان کارنت لایبیلیتی، بدهی های غیر جاری تحت عنوان دیفرد رونیو میره قرار میگیره تو صورت وضعیت مالی یا ترازنامه من، بالانس شیت یا استیتمنت اف فاینانشال پوزیشن. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. در قسمت‌های بعدی می‌خوایم در رابطه با کانترکت اسید و کانترکت لایبیلیتی که IFRS 15 در خصوصش میاد صحبت میکنه با هم دیگه در واقع صحبت کنیم در رابطه با این موضوع. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که لذت برده باشید.